تو رو اینجا برای کشتن حبس کردند. در درون کسی تو رو میکشد. 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 دستپوشک رو ده. در محبس لازم نیست. با من ده. بگذار. اما من دستپوشکم رو نمیدهم. در ترتیبات گرفتن دستپوشک ها تاکید نشده است. داناگی نکن. داناگی نمیکنم. چیزی را که میدونم میگویم. مایلش بگذار گیرد. در محبس با دستپوشک خودش را آویخته نمیتواند. تشکر. پیش از با کامیرا رفتن یگان گفتنی داری؟ میخواهم که باید وقتم بخورم. با نزد تلفن ببر. راگرد. کی آمد جیان؟ هیچ کس نآمد. خیر، بیا یک صحبت کنیم. بیا سلوک. لبای به ما 2 چای بیار. خوب شد است حاضر. وای 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 وای. زانوام سخت درد میکند. نامت چی بود جیان؟ ایاز. نام من ریزا کچباشی. حالا حکمتون برآمده است؟ نه، هنوز نه. حکم من برآمده است. یک عمره. چقدر که میدانی ما از اینجا راهی برآمد نداریم. چرا حبس شدی؟ تهمت کردند. بینوی چپه شد و باری من کردند. میفهمم. اگر دیگر کس میگفت دروغ میگفتم، اما سالها در محبس زندگی کنی آدم شناس میشده ای. به چشم کس نگاه کرده دروغ یا راست بودنش را میفهمم. نه، راست میگویی. خدا نجات دهد. در درون کسی تو رو میکشد. تو چرا حبس شدی؟ تهمت کردند. کمی به تهمت تو مانند است. ناگهان رفیقم را پراندم. بعد رفتم مردانوار خودم تقسیم شدم. نیرنگ کرده آنها شاهدانی بر دروغ را آوردند، اما من باشم یک کس که هستم از دستم چیزی نآمد. اینچنین به حبس ابدی محکوم شدم.
من همان وقت مثل تو جوان بودم. برای همین به نزد تو آمدم. با نگاه اول در تو جوانی خودم را دیدم. از چشمانت معلوم که جای تو اینجا نیست. گوش کن. زبان دروغ میگوید، اما چشم باشد دروغ و راست را هیچگاه پنهان کردن نمیتواند. خیلی نصیب، خدا نجات میدهد. من رفته به پایم سوزنداری میکنم. از پاکم ماندم، باز چشمم را هم از دست ندیم. خدا شفا بخشد. آمین جیان، آمین. تشکر. گیر این رو با سوراخی گذاشته صحبت کن. 3 دقیقه وقت داری. دفعه آینده تنگه رو میخری، با خبر باش. الو شندیل خبر رو چیکار کردی؟ حالا این رو می نویسم. با رسم‌های فرستاده هم سرلوحه نویس. همین خیل میکنم. حتی در سرلوحه هم نامت رو استفاده کردم. او باشی بزرگ. تیلادوس با مانند احمد شمشک به دست افتاد. چی خیر؟ سرلوحه خوب شده است. دستانت درد را نبیند. احمد شمشک، گپ رو بسیار نکن. من باید تلفن را خاموش کنم. اگر یگان چیز لازم شود به تو زنگ میزنم. این جوان دومیکی را پخش کرده باشد. زود حبس کردند. توبه توبه. گوش کن. از هر دارد بگو که به نزدم ایاز شنگول گفتنی شخص را بیارند. زبان دروغ میگوید، اما چشم باشد دروغ و راست را هیچگاه پنهان کردن نمیتواند. ایاز شنگول! روگر چی گپ شد؟ بسیار گم نزن. به نزد مدیر میرویم. رفتیم. خدا نجات دهد. خدا نجات دهد. تشکر. خدا نجات دهد اکا. تشکر. اکا این جای از آن شماست. روی پوش کرپا همه چیز آماده است. با محکومی در اینجا بوده چی شد؟ با حجره دیگر بردند؟ نه اکا، درست پیش آویختند. اکا سیگار دارید؟ نه. باز به ایاز محتاجم. با من نگاه کن. اینها همه محکوم های پیشینند. ها بغیر از من کسی نو نآمده است. تنها من نو آمدم. ببخشید اکا جان عزیز، یک جوان هم آمده بود، اما او را به حجره یکم بردند. در آنجا جای هست؟ چیکار میکنی؟ یا به اونجا میروی اکا؟ شاید روم. تو خودت کیستی اکا؟ آنجا جنایتکاری وزنین میرود. تو را به آنجا نمیبرند. برای آنکه جنایت تو سبک است اکا جان. اگر مشکلی پیدا کنی تو را به آنجا روان خواهند کرد. باید من یکان مشکلی صادر کنم. تشکر. لگن بردار. اینجا بیا. آمدم آقا، آمدم. لبی. از این گوسفندها یک متوش را برایم قربانی نکردی ها؟ کمی آیدی کار صحبت کنیم چی می شود؟ رشد می کنیم و به دیگر ساحه ها می گذاریم. نه تنها بینا می سازیم، آینده را نیز می سازیم. چی خیلی یعنی؟ چی خیلی یعنی؟ از شیوه انقره خودداری کرده نتوانستی. راهبری مطبوعات خواهی شد. روزنامه می گیری. چی؟ روزنامه؟
تو مگر اغواگری کردی که زود حبس کردند؟ حجتت را از نظر گذرانده فکر کردم که آدمی بردم به نظر می آید. بگو که چرا افسران جوان را کشتی؟ من هیچ گناهی ندارم. با من تهمت کردند و من در اینجایم. در اینجا تنها به من تو رو گفته نمی شود. این را بدان. اکنون بگو که چرا تو بدر کسی مشت زدی؟ من بیگناهم. اگر بکشیدم حقیقت همین است. مرا به دام افکندند. به من نگاه کن. شخصانی که تو را حبس کردند مرا در اینجا مدیر تعیین کردند. هر دو یک است. فهمیدی؟ اکنون به من سفسطه نگوی، راستش را گوی، وگرنه به گپ در آوردنت را میدانم. تو هرچی خواهی بکن و من هرچی است آن را گفتم. این را ببرید. ترتیبات اینجا را خوب فهمانید، چنان فهمانید که هم را با این دیگران هم بیاموزند. راگرد نوبکار راگرد. ترتیبات اینجا در دیوار نوشته شده است. من خوانده و نوشته میتوانم. چی؟ کنی او را نزد من بیارید؟ بیا گوش کن بچه. این را بدان که این ترتیبات جاری کرده دولت است، اما در اینجا قانونهای من جاری است. در اینجا دولت منم، در اینجا قوت منم. اگر من خواهم کسی در اینجا زنده میماند، اگر نخواهم اون میمیرد. باز چیزی را که خواهم همان میشود و اگر نخواهم نمیشود. فهمیدی؟ اکنون گپ زن. تا جای من میدونم این گفته هایت خاصی خداست. مگر تو خود را با خدا برابر میشماریم؟ گپ را بسیار نکن ایوان. در اینجا شما بزرگت. بگو اکنون گپ زن. بگو که در اینجا اساس شما هستید. بگو زود باش. صاحب اینجا و صاحب تمامی عالم تنها خداست. خود را با او مقایسه نکن. من به تو سرخم نمی کنم انور پاشا. خواجه اینجا کیست؟ گپ زن. کسی در اینجا از من نیرومندتر نیست. بگو که قماندان انور تو پرقوت هستی، تو صاحب این مکان هستی. بگو زود. از همه نیرومند و از همه بزرگ تنها خداست. خدا. چی؟ روزنامه آزادی؟ بله. تو میدانی که آن آدم کیست؟ خبر داری که چند مراتب مدیر بود، مگر او آزادیش رو میفروشد؟ هلدون راهبری روزنامه میشوم گفته ادبی سخن میرانی. آفرین، بسیار خوب، به من پسند آمد. آزادیش رو میفروشد. میفروشد. این شخصی نابکار اولادش رو نیز میفروشد. حتی به سر مزار پدرش فاتحه نخوانده از این کشور میگریزد. حالا من هر چیزی که گویم همان چیز را اجرا کردن میگیری. کاری تو پول یافته خریدن روزنامه است، همین قدر. فهمیدم، میگیرم. دیدی چقدر عادی بوده است. تو چرا بیهوده مینگ میکنی؟ برابری خریدن روزنامه در سرلوحش کلیچ پادشاه خاموشیش را ویران کرد می نویسی. بله، بسیار خوب شد. تو این روزنامه را خر، من باشم سرلوحه نویسی را به تو یاد میدم. بگو پلید، جوابی سوالم را فهمیدی ها؟ من جوابم را به تو گفتم. لعنتی، برید او را. تا عقلش به سرش ندارآید زنید. برید. راهگرد. کجا می روی؟ این چی تشویش است؟ در اینجا چی کار داری؟ جنابی گید رو جستجو میکنم. در یگان جا نیست. با او به تماس برآمده نمی شود. با وی وظیفه مخفی سپاریدم. شاید وظیفهش رو اجرا کرده ایستاده باشد. چگونه وظیفه است؟ تو چه کار داری؟ از من حسابات میپرسی ها؟
ببخشید جناب، از حد گذشتم، عذر میخواهم. اکنون تو هم از پس کارت شو. عجبا چی وظیفه داده باشد؟ الو؟ من جانان، اگر وقت داشته باشی بخوریم. جانان مایلش، پس از 10 دقیقه میبرویم. تا بازدید. رسیم، جناب یگیت رو طریق تلفنی ماشینش در کجا بودنش رو معین کرده میتوانی؟ خوب، از تو خبر رو انتظار میشوم. لگن بردار، چای را مان. بگذار این نو آمده چای بیارد. اکا جان عزیز، رئیس از شما خواهش میکنه که با او چای بره. در زمین گذار، در پیشم. او رو بکشید، دستگیر کنید. او رو بکشید، بکشید. محافظ، اینجا جنجال سر شد، جنجال سر شد، جنجال سر شد. محافظ یاری دیگه. در اینجا چی گپ است؟ در اینجا چی گپ است؟ شما چی کار میکنید؟ شما چی کار میکنید؟ او را بره و کامره نظارتی رفتن. مرد با قوت بوده است. آن حجت کردیت را چیکار کردی؟ حل کردم. حالا نتیجهش رو انتظارم. میدانی آن کردیت بسیار مهم است. گرفته نتوانیم حالمون بد می شود. فکر میکنم که مشکلی نمی شود. من به تو حجت را دادم. بله گرفتم. با ورقه مراجعت آنها را به بانک فرستادم. امیدوارم که در آن حجت کمبودی نباشد. شکست. ما اینجا چی کار میکنیم و تو چی کار میکنی؟ ببخشید پدر جان، ناخوش شد. زود اینها را جمع کن. سواش، برای گرفتن روزنامه آن مسئله کردیت چی میشود؟ با کردیت ایلاوگی مراجعت میکنیم و خواهش میکنم که 2 حجت رو یک جای به نظر گیرم. این خیلی شود خوبتر است. اگر کاری دولتی رو گیریم بردی کلان خواهیم کرد. پسرم، من کارهای آنها را هیچ نمیفهمم. با این مسئله تو مشغول میشوی، فهمیدی؟ من مشغول شدم پدر. دمت را گیر حاضر میزنم به دیوار میچسبی. باشر نقل کن، تو را گوش میکنم. چخیلی که امر دادید اجرا کردیم. با کارمندان بانک واخوردیم و با برابر شنیدن پول نقد از سوش رفتند. این طور که باشد خواهش ما را اجرا میکنند. وعده دادند که تمام مراجعات های شرکت هلدون را رد میکنند. بسیار خوب. هلدون در آخر به دام ما میافتد. چاره دیگر ندارد. انا آن وقت به مانند گربه‌ای که با موش بازی میکند، من هم با هلدون نغمه میکنم. در بدر خواهم کرد. بله نده، روزنامه را نیز به سواش ده. مگر من پسرت نیستم؟ این آدم خائن است، خائن مویلت دار. جناب طریق،
یک دقیقه من با این آواز شناس هستم. بیاز است. اکنون من چی میگویم؟ خانم بیاز سلام. سلام. این کی فرزندت است؟ نه این شاگردم ازگی است. سلام. ازگی جان ببین این جناب طریق است، همون جوانی نیک. میخوایی که با او شناس شوی؟ بله. ای عذر میخواهم. نه جای بخشش ندارد. من کمی الرژی دارم. ما برای با شما صحبت کردن اومده بودیم، کار تمام مونده بود. خانم بیاز متاسفانه آن کار را حاضر اجرا کرده نمیتوانم. اما شما؟ من نه، شرط و شرایط همین است. وقتی یاردن به او خیر رسید. افسوس. من با شما باور کرده به کودک‌ها وعده دادم و ازگی باشد یکی از آنها است. دویما آیدی چی شدنی آینده مکتب پرسان میشوند. کارگران مرا نیز میپرسند که جناب طریق معاش ما کی میشود؟ اضافه پول میشود؟ جناب طریق با معاشمان زم میشود؟ میدانید که تا دیروز کارگران در اینجا کباب میخوردند، کیف صفا میکردند. حاضر باشد نان و چای میخورند. خدایا به ما رحم کن. تمامی آن وعده های به من دادهتان دروغ بوده است. حیات مجبور کرد. حیات شرم کنه. شما هم کمی باید شرم کنید. بیا ازگی میرویم. اما خانم بیاز یک دقیقه. خانم بیاز خدایا چه این کشور رو من نجات میداده باشم. اوف طریق اوف. اینجا چی گپ است؟ کوشش کردم تا که مانع شوم اما گوش نکردند. بله گوش نکردم، اما شما مجبور هستید که گوش کنید. چند روز قبل برای دستگیری به کورها به نزدتان آمده بودم و شما مرا به نزد پسری راهبرتان طریق روان کردید. در اول یاری میدهم گفت، اما حالا باشد از خود دور میکند. من باشم به سخن او باور کرده به این قدر کودک‌ها وعده دادم. گوش کنید. خلاص اگر شما کمی وجدان داشته باشید به این کودک‌های نابینا یاری میدهید. یک دقیقه اگر این خیلی نفس نکشیده گپ زنید، من شما رو فهمیده نمیتوانم. آن روز آمده با جناب طریق خوردم. او به من یاری میدهم گفته کمی پول داد و من باشم به سخن او باور کرده به تمام کودکان آید محکم نشدن مکتب وعده دادم. اما حالا چی شده است نمیدونم، ولی به ما پول نداده از خود دور میسازد. خیر چرا به نزد من آمدید؟ شما مدیر کل این شرکت نیستید؟ همه چیز با امضای شما حل نمیشود. شما هم این مسئله را حل کرده میتوانید. چی من مجبورم؟ اگر با شرافت این خلق بای شده باشید و خود را کمی با وجدان شمارید، دانید که مجبور هستید. گوش کنید معلم، من آدمی پر صبرم، اما گپ‌های بیهوده را گوش نمیکنم. نفهمیدم این سخنها چه خیلی بیهوده بوده است. آنها نمیخواهند که از سبب نابینا بودن از بین مردم دور باشند. اگر شما کمک نکنید چطور آنها به این موفق میشوند؟ اینها را برار التماس به بیرون برایید. شما چگونه انسان هستید؟ آیا شما حسیات ندارید؟ رابط هستید؟ معلمه آیسته تو چیکار میکنی؟ بیا ازگی جان. ای دختر تو کور هستی؟ کوزالو شکستی؟ کوری اصلی تو هستی. شاید او نابینا باشد اما دلی تو سیاه شده است. مردی بی وجدان، چی حق داری که با این کودک چنین رفتار کنی؟ من وای خدا همتان رو جزا دهد. رفتیم ازگی جان، به جایی رویم که آنجا آدمگری باشد. ببخشید جنابی سرش، این همه گناهی من است. فهمو رو با بیرون برو. با من چی؟ گویا که من او را کور کرده باشم. دیوانه است. مرا سردید گم شوید. مرا از اینجا بروید. آرام شو. گیری را در اینجا بند. بیشرف ها. عادل من به تو بیشرف را نشان میدیم. انا بعد میبینی که کی بیشرف است. پایهایش را هم بند. به اینجا گذر نابکار.
خدا نجات خدا نجات. تشکر. این کارت خالی است؟ نه، این جای محکومی است که در نزد مدیریت است. حالا می آید. انا این جای خالی است. تشکر. اکنون تو به من بگو که جناب مدیر از تو چی خواهش کرد؟ بگو که در اینجا از همه کلان کیست؟ گپ زن. خدا، از همه بزرگ خداست. پس چرا تو بیچاره و محبوسی؟ چرا کسی تو را نجات نمیدهد؟ گپ زن. بگو که از همه کلان قماندان الویر است. گپ زن. از همه بزرگ خداست. تقدیر همه را او معین میکند. بگو حیوان، در اینجا از همه بزرگ جناب انور است. بگو. خدا، از همه بزرگ خداست. نمیدونم با کی صحبت کنم اپای گل. غیر از خودتان دیگر با کسی صحبت کردن نمیخواهم. برای باوریت تشکر جانم. گوش کن، که که خواهی و موضوع چیزی که نباشد میتوانی به من مراجعت کنی. تشکر. برای ایاز بسیار غمگین میشوم. میدونم که او معصوم است. او را به دام گرفتار کردند و به این باوری کامل دارم ایاز هیچگاه چنین کار رو نمی کند. بیگناه او را حبس کردند و حتی گوش نکردند. من او را به مانند خود می شناسم. ایاز بیگناه است. ایاز دای مادر یاد من است و به او یگان چیز نشود گفته بسیار خواطر می شوم. برای خبرگیری رفته می توانی. من این رو تشکیل کرده می توانم. نمی شود. رفته نمی توانم. برای چی؟ برای آن که من او را رنج بسیار دادم. حالا می ترسم که اگر من روم باز چی کارهای بد رو می کنند. کی؟ کی ها؟ سوش و پدرش. آن مرد کلیچ اگر با پسرش آیله دار نشوم ایاز رو می کشته است. چی؟ برای همین من ایاز رو رد کردم. برای به ایاز ضرر نرسوندن نفرت او رو آوردم. عشق خود رو به دلم گور کردم. برای زنده ماندن او به حسرتش خود رو محکوم کردم. میدونید که این چگونه عذاب است. او دائما در برم بود اما با او باری هم تو رو دوست می‌دارم گفته نتوانستم. میفهمم جنان. نه، فهمیده نمیتوانید. دیوانه‌وار عاشق هستم اما تو رو دوست می‌دارم گفته دلم رو دردمند کردم. گویا که تمام حجره هایم آتش گرفته باشند. به خوردن داروهای آرام کننده شروع کردم. اگر آنها نمی بودند عقلم رو می خوردم. جانم، فرزندم، اینها تو رو با چگونه عذاب گرفتار کردند. عزیزم، یک تایم. چگونه حسیات داشتنت رو بسیار خوب میدانم. این حسیات برایم بیگانه نیست. برای تو چیزی که لازم باشد میکنم. به این باور کن. از
از شما یک چیز را خواهش کنم. به خاطر من ایاز را خبر میگیرید. خوب بودن او را دانم برایم کفایه است. البته میروم، غمگین نشو. باز نمرده باشد. با فکرم بسیار زدیم. حالا کمی صبر کن. زود باش زود باش، با خود بیا، دور دویم آغاز می شود. افلاسی خود را پسندیده باز میگوید که آیا من مجبورم؟ این آدمان چقدر بی‌وجدان بودند. باز میگوید که آیا کور هستی؟ باید با آن افت خنکش یک شپاتی میزدم. ازگی جان چی شد؟ تو گریه میکنی؟ همش عیبی من است. با سبب من آن مرده کمک نکرد. این از کجا برآمد؟ کوزه‌اش را شکستم، به غضب آمد و برای همین ما را راند. اینجا بیا جانم، این خیلی نیست. همین خیلی است. از بس که نابینایم برای همین آن کوزه را شکستم. اگر دیده میتوانستم نمیشکستم. ازگی جان، انسان ها کور نباشند هم احتمال شکستن را دارند. دیروز من هم در آشخانه پیاله شکستم، حتی 2 تا پیاله را. من نمیخواهم که نابینا باشم. خدایا، کسی که این کودک را گیریان جزایش را بیده، سنگدلان را معامله سنگین کن. اما من به او روزش را نشان میدهم. حالا آن افلاس را عذاب میدهم و مرا از حاضر ببخش. در آخیر یک بوس کشته توانستی آلدون جان. کمی بود که من تو را زیخ نمی گفتم. اما تو را بار دیگر تبریک می کنم که این بوز را در این خوراک شام نگاه داشته توانسته ای. باز این خاطر بینی بهترین برای دخترمان جانان و پسرمان سوش است. مگر همین طور نیست؟ تبریک می کنم. جناب کلیچ، شما نمیدونید که هالدون چقدر آدمی خوب، با دقت، مهمان نواز و دلبردار است. برای شوهرم بودنش نمیگویم، او اصلا چطوری که میگوین جنتلمن. شما با دقلیش اهمیت ندهید. بسیار خوب گفتید خانم. خوراک در بین خنک نشود. جناب کلیچ، مرحمت کرده شما سر کنید. در آیین ما کارد نه برای بریدن بلکه برای هوا دادن استفاده می شود. دست عادت کرده است. اول به دخترمان جانان طبقچه‌ات رو دراز کن. بگیر شیر بچه، این گوشت را برایمان تقسیم کن.
بله مادام که آیله و جواب کردیت پسرم انیق می شود کسی به ما برابر شده نمی تواند. ای چی شد؟ اگر دانا که حجت رو من بس کردم اونها منو میکشند. من تمام شدم سوختم. جوان حصه بزرگ را برای خود میگیری. دستم رو بریدم. من رفته بسته می آیم. بله مادامی که برای عائله شدن قرار دادیم همین طرف فاتحه را نیز انیق میکنیم و البته دخترمان جانان باید آماده باشد. من آمادم. جناب کلیچ حق هستند. آفرین. دخترم به من نه جناب بلکه پدر گفته خطاب کن. فهمیدی کلین جان؟ البته پدر جان. چرا نفهمم؟ دهنی اساسی شد. بسیار خوب. به من اجازه دهید که در بیرون کمی هوای تازه نفس کشم. البته اجازت میدیم. پسرم تو رفته پسرم رو خبر گیرم باز دستش رو چکر نبریده باشد با او بند افتادی هم شوهرم رو به شما امانت میگذارم. امانت. هردون چرا اینقدر غمگین میشینی؟ خنده کن تا که دل خوشی کنیم. با این جوان چیکار کردید؟ کمی ادبش رو دادیم. تو هم میخواهی؟ یاریدیت. آیسته آیسته با جوگش ببرید. آیسته آیسته آیسته. خدا شما رو جزا دید. آیسته آیسته. من سلوک لبای رفته با من جزدان دارو رو بیار. خوب شده است. بیناموس ها چرا اینقدر زدند؟ زود باش زود باش. انا آوردم جناب. گوش کن زود رفته داکه تازه بیار. فهمو. سکا انسان باید کمی وجدان داشته باشد. وجدان. انا جناب. این احوال را ببین. من خدا دارم. حالا چنان خورسندم جانان. باور کن که تو هم همین خیلی خورسند میشوی. برای خوشبخت کردن تو از دستم چی کاره باید همش رو میکنم. یگان چیز برای خوشبختی ما مانع نخواهد شد. این شام را هیچگاه فراموش نمیکنم. برای آنکه من با تو از نو تولد شدم. سالها نفس نمیکشیدم و با تو به نفس کشیدن شروع کردم. او هم مرا دوست ندارد. جانان لبای به فکرم خنک خوردی. اگر خنک خورده باشی به خانه دروی. بله خنک خوردم. به خانه می دروی.
جانان تو رو میفهمم. کاش که برای خرسند شدنت یگان کار کرده میتوانستم، اما من هم ناچار ماندم. باور کن که از تو یگان فرقی ندارم، وگرنه نمیکردم. میدونم خیریت که هستید. در کجای فرهاد؟ آوازت رو برار. این ابله به تو چی وظیفه دختر؟ اینجی است؟ با حاجت خانه رفتنی بودم، خواستم که خبر گیرم. من خبر میگیرم. عرق کرده است. فهمو. این چی گپ است؟ برای چه عریضه ما را رد کردند؟ نمیدونم. حجت ایلوگی با مراجعت کردیت علاقمندی ندارد نوشتم. مگر سواش این رو آماده نکرد؟ او تیار نکرد؟ بله، او خودش مشغول شد و به دست کسی نداد. رو با سواشگو اینجا بیاید. زود باش. اوه خلدون، اکنون احوالت بد شد. اکنون میبینم این مسئله را چه خیلی حل میکنی. تو؟ مهمان خانه؟ بله، طبق سیگنالی که گرفته ماشین او در نزد مهمان خانه است. یکی در مهمان خانه چی کار دارد؟
واهمه نکن ایاز. من برای یک مشکلی در اینجایم. در اینجا بودن تو رو نمیدونستم. مشکلی تو چیست؟ این با تو دخل ندارد. تو رو اینجا برای کشتن حبس کردند. در درون کسی تو رو میکشد. چنین نقشه دارند. گوش کن طریق. این فرصت برای تو است. ایاز بیناموس که رفت، اون اجره از آن توست. رفته جایگیر شو. البته جایگیر شو و بالا تو کوب برو. اگر پدرت رو نپرسیده این کارو کنی، بالا تو کوب تو رو میراند. گپم این است. صحبت میکنم. اگر اجازه ندید منم با مانند جانم به نزد قادر قشچی میروم. اون دیوانه در مهمان خانه چیکار دارد؟ فرهاد اگر فکر چی ها رو میکنی گول؟ مگر عقلت رو خورده ای؟ تینجی است یکم گپ شد. این حجت کردیت رو تو تیار نکردی؟ بله من تیار کردم. ای پسرم تو چی خیل تیار کردی که آن را نادرست گفته رد کردن؟ این هیچ ممکن نیست. چی خیل ممکن نیست؟ بگیر با چشمان خودت ببین. پدر باید صحبت کنیم. سواش بیرون برو. ای را بادر چون میزنم که سواش نرفت. چی شد؟ من چیکار کردم؟ چی هم میشد؟ بابام حجت نادرست رو رمون کرده است. عریضه ما رو رد کردن. احوال بعد. همین خیل. پس من میروم. شما با حضور صحبت کنید. ایستا. نیراو جانون را هم جغزن یک جای صحبت میکنیم. احوال شرکت بد است. او را چی خیل نجات میده؟ یا خدا. جنابی هالدون نباید این شود. این ناممکن است. ماشینش در همین جاست. توبه برای چی به این مهمان خانه اومده باشد؟ تنها اومده باشد. فکر میکنم که یگان حالتی ناگوار نیست. فرهاد انیق همین برای کشتنی من آمده است. دیگر کاری ندارد. سگی کلیچ. باید از اینجا زنده برایم. خدایا به من یاریدی. نباید بمیرم. باید خانم صدیقه را راضی کنم و بیز و اکای فرهادم را یابم. خدایا مرا ببخش. یا او یا من. ببخش. من چاره دیگر ندارم. یگان کس هست؟ ببخشید.
апа дар ин ҷо ягон кас ҳаст? каме интизор шавед, меоянд. аҳмад шимшек? аҳмад шимшек куҷост? хуб, дар ин ҷост. аҳмад шимшек, худоё, тиллоро ӯ дуздидааст. 100% барои ҳабс шудан ин корро кардааст. он аяз шингул набояд аз дарун зинда барояд. хоҳ гулӯгир кунед ва хоҳ худкушӣ кунонед. худоё, додараш буданашро надониста язро мекушад. аяз шингул бояд бимирад. кораш ба охир расид. фаҳмидем? зафар, ба дарун ягон касро ворид кун. несташ конанд. аммо ҳалдун, магар одами шумо нест, ҷаноб? одами чӣ? наход овораи кӯча одам шавад. ӯ овораи кӯча аст. ба болои ин ӯ бисёр чизҳоро медонад. ба мо дахл дорад, ҷаноб. аз амалиёти охирон гузаронидаамон хабар дорад. барои монеа шудан то ба ин ҷо омадааст ва аз он афсарони мурда ки номаш сатилмиш аст. ӯ рафиқаш будааст. боз хабари бар дурӯғи рӯзномаро низ медонад. барои ҳамин хатарнок аст. зуд бояд хомӯш шавад. гарданаш бояд бурида шавад. корро ту мекунӣ, зафар. хуб шудааст, ҷаноб. бисёр. аяз, маро бубахш ки ман туро хоин донистам, аммо ту хоин набудаӣ. мин баъд туро ба монанди ҷонам нигоҳ медорам. مرا همین خیلی کشتنی بودی. مرا همین خیلی کشتنی بودی. نکن این کار را. خدایا ببخش. التجا میکنم ببخش.
خدایا ببخش. اگر اون کردیت را گرفته نتوانه میدانه چی میشود؟ غرق میشویم غرق. تندری افطار را از دست ما میگیرند. کارمون ناتمام میماند. قرضهایمان را پرداخت کردن نمیتوانیم. تمام میشویم. انیق در این کار چی نرنگی هست؟ من حجت ها را طبق طلبات بانک آماده کردم. باوری دارم. اینجا عیبی من است که با تو باور کرده به حجت نگاه نکردم. نخوانده امضا کردم. طریق؟ ها؟ خوب هستی؟ خوبم. از این حال شرکت غمگین شدم. ببین که مفلس شده ایم. ببین احمق ترین ما احوال شرکت رو میفهمد، اما تو نفهمیدی. کاش که حالا عیز می بود. بس است. من را با شخصی که شما را غارت کرد و بینا را چپه کرد چه خیلی برابر میکنه؟ من رفته این کار را تفتیش میکنم. من به خود باوری دارم، اما از بیرون کسی مانع شده باشد. اگر پدرم هم باشد دستش رو میشکنه. من هیچ چیز رو نمیدانم. یا این مسئله را حل میکنی یا از یگانجا برای شرکت پول میابی. ما تو را آنجا گذاشتیم تا که مشکلی ها را حل کنی. باز قهر و غضبش را بین. و پدرش تکیه کرده غرورش را به سر ما میریزد. تو چقدر اف و تف میکنی؟ اگر تو آدم میشدی من نه منت سواش را و نه منت عیاد را میکشیدم. بس است پدر، بس است. در بین مردم دشنام دادن مرا کی بس میکنید؟ در این حیات شما باری هم مرا خدر کرده اید؟ یک مراتبه عهده‌دار کردید. باری هم برای یگان کار مرا دستگیری کردید. با سخنان نیک مرا هوسمند کردید. سالهای دراز مرا دیوانه ابله گفتید. اما اکنون بس است. مادامی که از فرزندتان بودنم شرم میکنید، رفته در دادگاه از فرزندخوانی من دست کشید، یا اینکه خاموش شده در بین آدمان مرا پس نزنید. شما دائما از بودن من شرم کردید پدر. اما من باری هم از بودن شما شرم نکردم. پدرم گفته از راه شما دور نشدم، لیکن شما مرا ذره دوست نداشتید. باری هم مرا با آغوش گرفته سرم را سیله نکردید. وقتی که برای دوستداری به نزدتان بیایم دویم مرا از خود دور کردید. لیکن منم با محبت پدر احتیاج داشتم. پدر، من با شما چیکار کردم؟ چرا مرا دوست نداشتید پدر؟ چرا؟ بله، من احمق هستم. شما مرا احمق گفته احمق کردید. باز چه میشدم؟ دوستداری که بایز داشتید و نصفش مرا محتاج کردید. احمق باشم سببکار شما هستید پدر. شما هستید. دمت را گیر بس کن. نه پدر، شما خب کنید. طریق حق است. گفته هایش درست است. برای شما کار از ما هم مهمتر بود. برای مفلس نشدن شرکت ما رو از خود دور کردید. به ما اهمیت ندادید.
گویو که ندیده باشید. آن شام هم چشمانتان را از ما دور کردید و شرمنده‌وار یک عائله شدید تا که شرکتتان مفلس نشود. پدر ببخشید، اما طریق حق است. کمی خود را گناهگار دانید. به دادرم داد نزنید. اپا جون، خدایا مرا ببخش. من مجبور بودم. ببخش. سرده مرا. تو چی کار میکنی؟ عقلت رو خوردی حیوان. تو چی درد داری؟ مرا کشته نمیتوانید. مرا کشته نمیتوانید. میدانم که تو برای کشتنی من آمده ای. این طور باشد برای چی نمیکشم؟ چرا تو را نمیزنم؟ اگر نیت کشتن رو میداشتم تا این وقت تو را صدها بار میکشتم. اما به من خبری رسید تو را میکشند گفتند. بعداً تو آمدی. بله، من برای همین آمدم. نه برای کشتن تو آمدم ایاز، بلکه برای نجات دادن. حالا تو را سر میدهم. آرام شو. باز یگان دیوانگی نکنی. فهمیدی؟ با تو همه چیز را نقل میکنم. ایستا ظفر، چی فکر داری؟ ما این دختر را بسیار سرسان کردیم. کاش که میگفتیم که یگید به تعطیل کاری رفته است. نه جناب، یگید نگوید گفت. چه خیر؟ برای چی؟ کارا بین؟ واه یگید را ببین. یگیت را دیدی که در به دست آوردن دل دختر هم از من و هم از تو گذشته است. یگیتی دل رام کننده. دیوانه می شوم. خدایا به من یاری ده. فرهادی دیوانه خدا است. باید یگان کار کنم. اگر ایاز رو کشن من محو می شوم. من به محبس می روم. امیدوارم که فرهاد یگان کار نکرده است. خدایا به من یاری ده. شخصی که تو را کشتن میخواهد شاید در همین اطراف باشد. تو باید اثبات کنی که آن شخصی قاتل تو نیستی. چند مراتب با تو گفتم که اگر تو را کشتن میخواستم بر وقت میکشتمت. تو را کلیج دهن میخواهد که کشد، نه من. او برای چی مرا کشتن میخواهد؟ چیزهایی هست که باید نمیدیدی اما تو دیده ای. عملیاتی که آخران گذراند کاری ساخته کلیج دهن است. تو به این مانع شده ای. برای همین میخواد که تو را بکشد. فهمو، ولی تو هم آدمی کلیج دهن نیستی؟ در نظر همین طور است، اما با او یک معما دارم. معمای شخصی خودم. معما؟ این با تو دخل ندارد ایاز. باید از پس کارمون شویم. کی کشتن نیست، باید او را پیدا کنیم.
رضا کاشباشی با درمانگاه رو که وقت معالجات آمده است. این را ببر. تو اینجا بمان. فهمو. چی کار کردی ریزا؟ کار رو با آخر رساندی؟ ابله، اینها همه ابله‌اند. چی بوده است؟ کردیت داده نمیتوانستند چون این سفارش آمده است. کی سفارش داده باشد؟ کی؟ بیا جانم. چی کار کردی؟ پول افته توانستی؟ کسی کردیت نمیدهد و انیق به مراجعت های ما مانع می شود. یعنی با آخری راه آمدیم همین خیلی. اگر پول افته نتوانی این شرکت مفلس می شود. جنابی آیا سلامت باشد. هنگامی رفتن هم لغمه آخری نشانست کرده است. حجت مراجعت کردیت را او عوض کرده است. باوری داری؟ دیگر کی هم میکرد؟ اگر با جای تو می بودم به دلیل کسی رو گناهگار نمی کردم. حالا ایاز نیست، تو هستی. اگر این شرکت مفلس شود تمامی مسئولیت به ذمه تو گذاشته می شود، به مانند آن بینایی که چپه شد. الو، احوال ناگوار است پدر. نتیجه مراجعت کردیت رد کرده شد. باید زود پول پیدا کنیم وگرنه شرکت مفلس می شود. چقدر لازم؟ تو مسخره میکنی نوبکار؟ قماندان قلیچ زود اجرا کن نگفت؟ باز چرا انتظار هستی؟ گوش کن، اگر از عهده‌اش نبرایی بگو تا که کار را به عهده دیگر کس گذاریم. از گفتن جوان دوباره به دادگاه نبرآمده باید بمیرد. فهمیدی؟ راهی برگشت نیست. میکشم. شما خاطر نشوید. حالا لحظه مناسب را انتظار هستم. امروز یا پگاه این کار را با آخر میرسانم. اگر روز سیوم ایاز نمیرد تو میمیری. اکنون در شب به احترام قماندان کلیچ. میرویم. برای رد نکردن طلب واخوری از شما منت دارم. بار اول به مشکلی دچار شدیم. این بانک ناچیز به مراجعت ما جواب رد را داد. گویا که زبان یک کرده باشند دیگر بانک ها همچنین رفتار را پیشه کردند. فکر میکنم که این معما را شما حل کرده میتوانید. البته حل کرده میتوانید. به بالای این تمام بانک ها به نزدت میآیند. اگر ما حل کنیم به حجتی که ما داریم آیدی تو قید منفی گذاشته می شود. شخصی که گرفتن کردیت بانکی را حل کرده نتواند طلبات ما را اجرا کرده نمی تواند. حالا باشد کلیچ دهن، این معما را تو خود حل می کنی و ما به تو بها گذاری می کنیم. فهمیدی؟ همین را فراموش مکن که شخصی با قناتهای خود پریدن نتواند اژدرها شدن نمی تواند و وقانی ارلیک نزدیک شدن نمیتواند. این امتحانی توست. رو و حل کن.
خود را نشان ده. الو من کلیچ. چیکار کرده پدر؟ حل کرده توانستید؟ نه پسرم، گوش کن. یا با قناتهای خود پریدن را میآموزی یا اینکه از نسبی دهن دست میکشی. این باشد امتحانی توست. رو حل کن. خودت را نشان ده. زود. مادامه که همین خیل است من خودم حل میکنم. کلیش دهن تو هم تماشا میکنی. حرکت نکن که میپرانم. حرکت نکن. قسم خوردم که میپرانم. ایاز برخیز که برای سامبوسه آوردم. ای سلوک یک طرفیست. من همین رو خورم شکمم سیر نشد از گرسنگی میمیرم. جالکه خوردی از اینجا دور شو. این حق ایاز است. رفت گم شو. کنی ایاز برخیز. از روزی آمدن دگان چیزی خوب نخوردی. اشکمت را سیر کن. تشکر اکای ریزا. سلامت باشید. اشتهای تو. اکای ریزا سامبوسه آورده است. نیمش رو تو بخور. این رو ببین. تو چیکار میکنی؟ از دست کسی چیزی مخور. ای بچه تو دیوانه هستی؟ تو را کشتنیان مگر فراموش کردی؟ پیسته دیان هم نخور. این را بدو تقسیم کن. همراه میخوریم. احمد چی میشه؟ در اینجا است. یک نفر به نزدیک تو آمده است. فهمو. نامی تو احمد شمشک است؟ در حال حاضر چونین است. بسیار گپ نزن و خوردن گیره. کی آمده است؟ ینگا با صاحبش نصیب کند. ینگا گفتی؟ بیا راه گرد. 5 دقیقه وقت داری. به حساب گیر. این رو گرفته چشمانت رو ببند. تو کیستی؟ ببند گفتم. بسیار گپ نزن. سخت ببند. به طرفی راست. راه گرد. راه گرد. با کجا؟
راه گرد. در اینجا دیوار است. به طرف چپ گرد و داد نزده راه گرد. آیا تو دیوانه هستی؟ خب کن و راه گرد. راه گرد. راه گرد. آخر چیزی رو نببینم. چه راه گردم؟ چشمانت را کشو. تو؟ بله من. اکنون چی بودن این نابینا را فهمیدی؟ اگر فهمیده باشی آن دختر را که دشنام کردی شرم میکنی. ای دختر تو مرا مسخره میکنی؟ ایست قسم خوردم میپرانم. من برای تو وقت ندارم. از این بر میآید که وقت نداری ها؟ بله ندارم. برای سفسطه های غیر عادیت نه وقت نه پول دارم. این طور باشد در این دنیا به تو بر این آدم جای نیست. اگر یگان دعا را دانی بخوان. سفسطه نگوی. من جدی هستم. به خودت الوداع بگو سوش دهن. چه خیل مرا یافتی؟ از کی شنیدی؟ از خودت. از من با کسی چیزی نگفتم. با فکرم استادی من بودنت رو فراموش کرده. فهمیدم گل چی میخواهی؟ برای چی اومدی؟ برای ایاز اومدم. ایاز؟ با ایاز چی شده است؟ میدونم که تو هم برای او اومده ای. او با مانند تو نیست. چیزهایی هست که نمیدونی. الله که همه چیز رو میدونم گل. همه چیز رو میدونم. چه یعنی؟ اویدی ایاز همه چیز رو میدونم. او رو میکشند و من برای همین آمدم. برای خلاص کردن او آمدم. میفهمی؟ دعایت را به آخر رسان. به این هم دعای تو بر این آدمان قبول نمی شود. در دوزخ می سوزی. تو دیوانه هستی. دیوانه. نه تو دیوانه هستی. اویدی انسانگری و حیات ذره تصورات نداری. اصلا تو به این تیر هم نمی ارزی. از نزدم دور شو. رو در دیگر جو دل خوشی کن. مایلش میروم. اما با آن کودک ها یاری میدهی. آنهایی را که کور گفتی از آنها تا بخشش نپرسی از تو دور نخواهم شد. انتظار شو. این دختر دیوانه است. من در عملیات ساخته کلیج نقش ایاز رو خطا فهمیدم. او آنجا برای نجات دادن رفیقش آمده بود. آن جوانی که در دست من شهید شد. بله. او رفیق ایاز بوده است. ایاز خائن نبوده است. آن راهبر تروریست گریخته خود به دست کلیج افتاده است. ایاز تسلیم نکرده است. مادامی که اینها رو میدونستی چرا به من نگفتی؟ طلا دزدی کردی؟ به محبس در اومدی؟ با من مانع میشوی گفتن نقل نکردم گل. بله راست میگویی. برای بسیار چیزها من به تو مانع شدم. احمد مهلت تمام شد. خود را احتیاط کنید. خدا یارتان بود. چی شد؟ ایاز خوب است؟ خوب است. بسیار خوب است. باور کن که از من و تو هم در جای بی خطر است. خواطر نشو. خدا رو شکر. رفتیم. خوب استی؟ خوبم. تشکر. تو برای چی دست پوشک داری؟
дар даст ягон захм дорӣ? нест. ҳикояи дуру дароз аст. барои ман мухтасар кун. гӯш кардани ҳикояро дӯст медорам. медоне ки бо килижда ҳам бар ин шахс кор кардан чӣ қадар душвор аст. агар инҳоро барорам бори дигар тамоми умрам ба чизе расида наметавонам. коратон ин қадар ифлос аст. тасаввур ҳам карда наметавонӣ аяз. аммо ман қасам хӯрдам ва барои ба қасамам содиқ мондан инҳоро намебарорам. намехоҳам ки дастонам ифлос шавад. аяз шенгул! جناب مدیر این شام برایت خوراک شاهانه آماده میکرده است. بیا رفتیم. چی نمود خوراک تیار کرده است؟ جگری افلاسی مدیر است؟ تو چی گفتی؟ بار دیگر بگو. گوش باز کرده گوش کن. به نزد آن مدیرت رفته بگو که دل تو را خوردن میخواسته است. تو چی کار میکنی؟ تو را در آنجا نیز تنها نمیگذارم ایاز. این رو بینه. اینجا باز یک شخصی بود است که باید قاعده و قانونی اینجا را آموزانیم. رفتیم. حالا میفهمی که ترتیب و انتظام اینجا چه خیلی است. راه گرد. گفتند که بغیر از شما دیگر کسی اینقدر پول را نمیدهد. قرضی که من از شما خواهش میکنم مقدار فایزش را شما معین میکنید. اینش مهم نیست. کار دومی شما چیست؟ مدیر کل هستم و وکالت امضاگذاری را دارم. این در بانک گذرو است. اما من دیگر گرو میخواهم. چگونه گرو را میخواهید؟ رفته از شرکت وکالتداری کلان را بیار. یا واریس یا این که صاحبش باشد. اگر نه اوری از من 5 تنگ هم نمیگیری. اما اعتراض قبول نمیشود. گفتم را اجرا کن. این صحبت را اجرا نشده میشمارم. خوب شده است. من راضیم. باوری کامل دارید که همینجا؟ بله. بفرمایید. خانه جناب خلیل همینجاست؟ بله، من همسایه‌اش هستم. برای خبرگیریش آمدیم. من دختری رئیس او هستم. با او واخورده میتوانم؟ البته، مرحمت. خوش آمدید. تشکر. مرحمت شنید. خوش باشید. من جانون دختر جناب هلدون هستم. استاد خالد چه حال دارند؟ یگان دیگرگونی هست؟ چه دیگرگونی شود؟ چه خیلی که میبینی همان است. به این هم دکتر گفته بود که من بعد خلیل بستری میشود. من بعد خلیل گپ زدن نمیتواند. اپای صدیقه، میدونم که احوالتون بد است، اما مجبورم که به شما یک چیز رو بگویم. مصیبتی که به سرتان آمد مخصوص تشکیل شده است. چی خیلی؟ آن جوان به این حادثه گناهگار نیست؟ نه، او نکرده است. او چون این کارها رو نمی کند. من او را خوب میشناسم. با فکرم خوب نشناخته اید. او همتان رو فریب کرده است. اگر این طور نمیشد حبس میکردن. حالا یگان چیز اثبات نشده است. حجت ها هستند. حجت ها آید دزدی و بینای چپه شده. یعنی نتیجهش چنین معلوم شد که این دزدی است. من باوری دارم که اون حجت ها قلبکی هست و با این به تمام هستی هم کفیل هستم. البته یگان روز حقیقت روی آب میبراید و شما نیز میبینید. سببگار حالت ناخوشی اکای خلیل اون نیست و این آشکار می شود. گپ زنید. کلان اینجا کی بوده است؟ گپ زنید. در اینجا از همه بزرگ کیست؟ خداوند از همه بزرگ خداست. تو بگو
صاحب اینجا کی بوده است؟ از همه بزرگ کیست؟ بگو که قماندان الویر بزرگ است. بگو. مدیر کیست بناموس؟ وقتی که خدا است مدیر کیست؟ مدیر یگان روز میمیرد اما خدا نمیمیرد. مدیر فانی است اما خدا ابدی است. گپ زنید. بگوید بزرگ کیست؟ خدا. حقیقت را شما میدونید اکای خلیل، اما گپ زدن نمیتوانید. من باوری دارم که او بیگناه است. وی چنین کارها را هیچگاه نمیکند. التماس شما به من باور کنید. جانان میرویم. این گفته هایت یگان نفی ندارد، اما ضرر دارند. بهوده استا خالد را ناراحت میکنید، حتی میترسونید. التماس روید. گپ زنید لعنتی ها. نزنید. نابکارها او رو نزنید. بگو اکنون تو به کی اطاعت میکنی؟ خدا. حمیدی سگ و خدا اطاعت میکنم. بزن به ناموس. نیست بزن. بزن گفتم. بزن. 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 گوش میکنم خانم. چی فکر دارید؟ آیدی پیشنهادم اندیشه کردید؟ بله، از نظر گذراندم. بر ضد هولدینگ جانان با شما همکاری کرده میتوانیم. احسن. زنی دانا بودنتان را درک کرده بودم. قرارتان درست و با منطق است. احسن. یک دقیقه. یک شرط دارم. شرط دارید؟ چی بود است؟ برای همکاری باید مبلغ گذاری کنی، اما این برای خود نشاندهی نیست. مبلغی که یگان بانک در یک دفعه پرداخت کرده نتواند. قبول کردنتان را نشوندم یا اینکه به شما خیر گویم؟ نه من چیزی نگفتم و تنها اندیشه کردم. من همچون آدمی پرینسیپناک تا اندیشه نکنم به یگان چیز راضی نمیشوم. زودتر اندیشه کنی خوب میشود. من وقتی بیهوده ندارم. میفهمم و شرطتان را قبول میکنم، اما من هم کفالت میخواهم. چگونه کفالت؟ میدونم که زمین های طرف شهرها را شما گرفته اید. برای همین اگر آن زمین ها را به من فروشید شرطتان را قبول میکنم. با بالای آن برای زمین آماده هم که 2 برابر نرخ پیشینه‌اش را دهم. ها؟ چی میگویید؟ قبول. برای معلومات به شما زنگ میزنیم. تشکر زیاد خانم. اکنون من میروم. به زنم وعده داده بودم که همراه خوراک میخوریم. شام بخیر. گپ زن. برای چی خاموش شدی؟ دروغ هم باشد بگو. مگر بیهوده تو را لط و کوب نکردیم؟ برای این ابلهیت میارزید؟ برای من میارزد. من با ایمان هستم. از روحم دست میکشم اما از خدایم دست نخواهم کشید. گوش کن حیوان. آیا تو صبر داری؟
بله دارم. سگ چوپانی دارم. کودک دارد؟ بله. اینقدر ضرب خوردی و به یادت سگ من رسید. از او رفته کودکش را بگیری میدهد؟ دست نمیکشد. حتی مرا پارا پارا میکند. سگ از فرزندش دست نمیکشد و من از خدا دست کشم؟ آیا من به مانند سگ عقل ندارم؟ عقل ندارم؟ اوه بیا جانم، بیا یگانم. برای تو خبرهای خوش دارم. اوه گذر کنی بیشین زهره خانم. یگان چیز می نوشید؟ بدتر. پچلی با گپم باور کرد. چه خیلی؟ چنان شرطنامه بستم که به حیرت می افتی. آن زن خود را دانا می شمارد، اما این طور نیست. زمین های در اطراف شاهراه بوده را با نرخی 2 مراتب زیاد خریدن را پیشنهاد کردم و آن زن به اندیشه راضی شد. گرنگ است حالان که قیمت آن زمین در روزهای نزدیک 10 مراتب زیاد خواهد شد. زهرا 10 مراتب. چه خیال هستم؟ شرطنامه بهترین شده است. البته آن زن احمق بوده است. 30 ثانیه اندیشه نکرده راضی شد. حالا ما در دست چقدر پولی نقد داشته باشیم همه زمین ها را میخریم. همش را به نام تو قید میکنم. با مرور زمان پیچلی را به مانند روی مال جمع کرده به پرتاب میپرتایم و ما به پرواز شروع میکنیم. حیاتم بسیار خوب. چی شد؟ سر دادند. آنچه که خواستم نگفتی ها؟ نگفتم ایاز. خیر. چه خیل سر دادند؟ با واسطه امکی صراف و شیخ سومانی سر دادند. من امکی صراف دارم. گاه به نزد او میروم. 1-2 نقل کرده مرا آرام میکند. روزی از روزها خود را گناهگار حس کرده از او پرسیدم که خدا مرا برای خطی گناهکارانش قبول کرده است؟ خیر. امکی صراف خنده کرد. از شیخ سومانی یک روایتی را نقل کرد. سگ از فرزندش دست نمیکشد و آیا انسان از پروردگارش دست میکشد؟ با محافظان گفتم که سگ از فرزندش انکار نمیکند و من چطور آفریدگارم را انکار کنم؟ آنها به حیرت افتادند. نوده ها را پرتافتند. خیر چیکار کردید؟ نغزکک ادبش را دادید؟ چنان زدیم که آخر گفت جناب. آنها فهمیدند که صاحب اینجا کیست. بسیار خوب. چه خیلی که میگویند شخصی که با خوبی اسلام نمی شود ضربه و لط و کوب او را اسلام می کند. Hüseyin'den çıktım şehir yoluna, Hüseyin'den çıktım şehir yoluna, can ağrısın tesir etti koluma, Yaradanım merhamet et kuluna, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana ettiğine. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana ettiğine. Hüseyin'den çıktım şehir تشکر. سلامت باش. مرا ببخش که درباره تو گمانی بد کردم.
هیچ گپ نیست دادر. کی خطا نمیکند؟ اصلا تو مرا ببخش ایاز. کار تا اینجا نآمده باید دخالت میکردم. باز چیکار هم میکردی اکا؟ باز چیکار هم میکردی؟ اگر اکای خودم هم میشد شاید اینقدر خوبی نمیکرد. تو هم به مانند من هستی ایاز. هم به مادر و هم به پدر هستی. میدونی که من مردن پدرم رو دیدم و یگان کار کردن نتوانستم. هم ناچار و هم عاجز بودم. تنها مانده. همین رو درک کردم. مادر، پدر، خواهر و دادرانش سایبان بودند. این چنین با برابری از دست دادن اونها قدرشان را میفهمیم. باز دوست هم همین طور است. اما که صراف میگوید که دوست به مانند چاه چقور است. چیزی را که خواهی بگو یا اینکه نقل کن، همچون سیر به خود نگاه می‌دارد. دیگر یگان چاره نداریم. همه بانک ها رد کردند. خیر، چی کار میکنیم؟ من ملاقاتی داشتم با یک صراف. التماس باز مرا به این کار آلوده نکن. صراف یادی نیست. کی؟ پچلی. پچلی؟ بله. پول نقد رو تنها او داده میتواند. برای همین به نزد او رفتم. میدهد؟ میدهد، اما یک شرط دارد. برای کفالت از عائلتان یکی را طلب کرد. شما یا اینکه یکی از وارثانتان را خواهش کرد. خوب، طریق را میفرستیم. این شکلادا اینقدر بامزه اند. پدر میخورید؟ سوش تو چی؟ بهترش ما جانون را فرستیم. وای خوبتر است. جانون؟ او از خفا میآید. انا آمد. ایاز؟ اکا به تو چی شد؟ کینجی است. سلوک بفرمایید. ایاز رو دیدی؟ به حجره طبی بردن. احوالش بد بود. او را خوب لطکوب کردند. جانان، دخترم، خوش آمدید. خوش باشید. این خانم جانانم دارد. میدونم دختری جناب هالدون است. این طور باشد صحبت کرده میتوانید. نه با شما، بلکه با خانم جانان در تنهایی صحبت میکنم. شما روید. من حل میکنم. بشین.
تو چه حال داری جوان؟ درد میکند؟ نه من خوبم. از ای از خواطر نشو. در درمانگاه رو نگاهی بیم میکند. من هم گاه از احوالش خبر میگیرم. خوب میشود. من رفته ایاز را خبر گیرم. بدتر آماده همش رو با تو نقل میکنم. این را گرفته خانه یکی از تشکیلات های ماست. شاهین ها در درون ما از همه بیره و خطرناک هستند. کی بودنشان معین نیست. به مانند روح هستند. یگان روز پیش شما پیدا شده احتمالی پریشان کردن شما را خواهند کرد. از کجا آمدنشان را نیز درک نخواهید کرد. اما شما هم یگان روز به گروه شاهین ها داخل می شوید و این را تنها من می دانم. فهمیدید؟ بسیار خوب. نه امکان ناپذیر است. اتحاد شاهین ها و پدر رضا هم از آن گروه هستند. ایاز! محافظ! 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 در را کشاید! محافظ! چی میخواهی؟ در را کشا! با درمانگاه میروم. ایستا ایستا کجا میروی؟ ایستا! خواب شیرین جیگر. الوداع.